سلام دوستان عزیز، امیدوارم همگی خوب و صحت و سلامت هستید. لطفاً در چت یوتیوب نوشتید که صدای من خوب می آید. همین که شما خبر دادید که صدای من خوب است، با عنایت پروردگار برنامه را آغاز می‌کنیم. درود و سلام به یکایی که شما تماشاگران عزیز گرامی ما. پیش از همه به نام خداوند کریم منان برنامه را آغاز میکنیم و درود و سلام به پیشوای امت معلم بشریت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میفرستیم. تماشاگران عزیز گرامی، ما امروز تصمیم گرفتیم که درباره وطنداری و خیانت صحبت میکنیم. پیش از همه بگویم که صحبت امروزه من یک کم پراکنده خواهد بود، ولیکن امیدوارم که به مقصد نزدیک صحبت میکنیم و حتما آن چیزی که من در دلم دارم و میخواهم بگویم درباره وطنداری و خیانت امروز به سمع شما میرسانم و امیدوارم که شما نیز در این باره نظرهای خود را در زیر نوار امروزه ما خواهید نوشت. تماشاگران عزیز و گرامی، امروز در روبروی شما تنها خودم هستم و تنها خودم صحبت میکنم و امروز تنها نظری مرا خواهید شنید. متاسفانه رسانه ها خبر دادن که در روسیه شبکه اجتماعی یوتیوب را بستند و توصیه داده می شود که کسانی که دوستدار استفاده یوتیوب هستند توسط VPN وارد شوند. واقعا توسط VPN وارد شدن هم به شما منفعت می آورد، هم به کسانی که برنامه می گذارانند. البته برای ما هیچ منفعتی ندارد، اما کسانی که نگرانی یعنی دستنگری مانتیزاسیون هستند، آنها حتما از این چیز بهره خواهند برد و خیلی کمک خواهد شد. در روسیه VPN اینقدر ضرر ندارد، چون که سرعت اینترنت در روسیه خیلی با سرعت است، یعنی خیلی سرعتش بلند است. در تاجیکستان باشد اگر VPN استفاده بری اینترنت نه مرده بدنش تعیین می شود نه زنده بدنش. با تشکر به بیک صبور. تماشاگران عزیز، برای همین هم به دوستانی که در روسیه هستند و حالا نمیتوانند از یوتیوب استفاده کنند خبرشان بدهید که توسط VPN میتوانند وارد شوند. بعضی از کسان گفتند که توسط VPN هم وارد شدن ناممکن شده است. شاید این هم وجود داشته باشد، لیکن من باور دارم که شما راههایش را میابید و برنامه ما را حتما تماشا میکنید. تماشاگران عزیز گرامی، وطنداری چیست؟ وطن دوستی چیست؟ حس مقدس وطن دوستی در دل انسان شعله امید می افروزد
انا همین شعله امید وجود دارد که در کجای دنیا نباشی چشمت به سوی وطن است، مهرت به سوی وطن است، قلبت به سوی وطن است. در کجای دنیا نباشی، پیران 70 ساله 80 ساله که عین حال در تاجیکستان تعقیب میشوند، یادشان به یاد تاجیکستان است. میخوان انا همین تنم الها به یک کف خاک وطن نصیب کند. این چی است؟ حالا انا همین نفرانی که 70 ساله هستند یا 80 ساله هستند در خارج از کشور زندگی شاهانه دارند، خانه های با حشمت، زندگی خوب، خیلی با زندگی با عزت، زندگی آزادانه، یگان تهدید وجود ندارد، همه شرایطشان مهیا. لیکن وقتی که صحبت درباره وطن می رود دلشان گم میزند، اشک از چشمانشان میریزد، میگوید خدایا، خداوندا، انا همین تن جسم جان مرا به یک کف خاک وطن نصیب کن. اونی که تمام زندگیش خوب است، هیچ نگرانی از زندگیش ندارد، اما وقتی که درباره وطن گپ می رود دلش گم میزند. انا همین رو میگویند وطن دوست داشتن، انا همین رو میگویند وطن داری. هر کس که محبت وطن دارد، هر کس که مهر به وطن دارد، هر کجایی که باشد وطندار است. هر کس که در داخل وطن است و مهر به وطن ندارد، مهر به اهل وطن ندارد، مهر به خاک و بومی وطن ندارد، او بی وطن است. خوشا به حال کسانی که در دوری های دور از وطن زندگی می کنند، در دوری های دور از وطن هستند اما با یاد وطن. خوشا به حالشان و آنها هستند که وطن دارند. بدبخت کسی که در داخل وطنش است، از پارچه پارچه شدن وطن، از تقسیم شدن وطن، از تقسیم شدن وطن دارانش، از تقسیم شدن پارچه پارچه و به هر کجا سرسان و سرگردان شدن وطن دارانش پروایی ندارد. او بی وطن است، او بی وطن. واقعا این نفر بی وطن است. میرزا ترسونزاده که را سیاح تاجیک هم نام میبردند، چون در بسیاری از کشورهای جهان دیدن کرده است، سفر کرده است، بوده است در آن کشورها، میگوید اگرچه بارها افتاده ام از یار و دیارم دور، به سیاحی مرا کردن گرچه دوستان مشهور، ولی من در همه جا، در همه کنج و کنار دهر، همیشه با وطن بودم، همیشه با وطن مسرور. هر کجای بودم میگوید با وطن بودم، دلم با وطن شاد بود، خوش بودم از آن که، شاد بودم از آن که وطن دارم، تاجیکستان دارم. ابوالقاسم فردوسی چی میگوید؟ حالا من برای شما در این برنامه شعر خواندنی نیستم، سخنهای من، حرفهای من سیاسی است، ولی ببینید چی خیل عشق به وطن، محبت به وطن در قلب یک شاعر جوش میزند و از زبان او این حرفهای گوهربار میریزد، صدا میزند. میگوید همه سر به سر تن به کشتن دهیم، همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. دوستان عزیز، هر کی
حق است، همسایه است، یار است، دوست است، به داخل دیوار تو چشم علا می کند، به داخل دیوار تو چشم می دوزد، هرچند خودش را دوست وانمود می کند، برادر وانمود می کند، حق همسایه وانمود می کند، دوستی او زیر سؤال می رود، برادریش، همسایگیش زیر سؤال می رود. او می خواهد یک وجب است، دو وجب است، 1 متر از دیوار تو درونتر درآید، کوچه او وسیع‌تر شود، یا اینکه حولی او وسیع‌تر شود و باغ تو، حولی تو تنگتر شود. یعنی ایگویست. زندگی بهتر خود را از حساب تنگ کردن زندگی دیگران به میان آوردن میخواهد. اما حولیدار، زمیندار، صاحب خانه کسی است که هم دوستی و رفاقت را از دست نمیدهد، هم حق همسایگی را از بین نمیبرد و هم به کسی حق نمیدهد که 1 وجب زمین او را صاحب کند، با زور کشیده گیرد، مگر اینکه خودش راضی باشد. مگر همین که خودش راضی باشد. این رو میگویند زمینداری، حولداری، وطنداری. اگر در عموم به حساب گیریم، 1 وطندار به یگان همسایه، به یگان کشور همسایه حق نمیدهد که 1 وجب کشورش به حساب او همسایه گذارد. 1 وجب. حالا گکترها 200,000 و 300,000 و 1 فایز و 2 فایزها کجا؟ 1 وجب. کسی که بازوری به داخل وطن ما چشم‌الو می کند، با او فهمانیده شود که خاطرش را جمع دارد، چشمش را از سوی ما بگیرد. دوستی در دوستی ماند، برادری در برادری، همسایگی در همسایگی. هیچگاه بدون منفعت دو جانبه نه همسایگی می شود، نه برادری می شود، نه دوستی می شود. یک دوست همیشه از تو طلب کند، از تو مهر و غمخواری طلب کند و از جانب هیچ مهر و غمخواری دیده نشود، این دوستی چی دوستی است؟ این سوء استفاده از یک برادر است، از یک دادر است، از یک حق همسایه است. سوء استفاده هیچ وقت دوستی بوده نمیتواند. در دلخواه حالت این دوست شما را ترک میگوید، گفتی روزها شما را کدت میکند. واقعا برادران عزیز، خواهران گرامی، تماشابینان بی‌نهایت گرامی ما که وقت پرقیمت خود را صرف کرده ما را تماشا میکنید، واقعا وطن گفتی برادر عزیز گرامی من، ژورنالیست مشهور که حالا در زندان است، خداوند نجاتش دهد، دلیر امام علی، وطن دیگر است. واقعا وطن دیگر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که از مکه بیرون می شدند به سوی مکه نگاه کرده می گویند که امروز مرا این نابکاران مرا از تو جدا کرده ایستادند، من دلم خواهشی از تو جدا شدن ندارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه من خواهشی به مکه رو آورده، میگویند که من خواهشی از تو جدا شدن ندارم، قلبم تمام وجودم با توست، لیکن چی کنم که امروز مرا از تو بیرون کرده ایستادند، مرا از تو جدا کرده ایستادند. هیچ کس، هیچ یک نابکار نمیخواهد از وطنش جدا باشد. از وطنش جدا که شد، از وطنش دور که شد،
او را مهاجر میگویند، غریب میگویند، مسافر میگویند، چون که او در هر کجای باشد آدمی اونجای نیست. وطنش دیگر جاست، زادگاهش دیگر جاست، جایی که سر بالا کرده با سری بلند قدم میزند، حرکت میکند، زندگی میکند، نفس میکشد، این وطن است. اما چی کنیم که امروز وطنمون برای خودمون جای غربت شده است، جای سرکوبیمون شده است، جای بسرمون زدن شده است، جای تحقیرمون شده است. چی کنیم دیگر؟ که حتی در وطن خود نفس آزاد کشیدن نیست، در وطن خود سر بالا کردن نیست. و با یک شعارهای ساخته و بافته، با یک شعارهای دروغین، امروز وطن ما را محدود به یک کهسار کرده اند. 93% این سرزمین کوهسار است. تو سراسر کوهساری، تو سراسر سنگزاری. گفته لایق. و در همین جا وطن ما را محدود کردند و انا همین را میگویند که انا همین جا است وطن ما. امام علی رحمان میگوید که ما یک دولت، یک وطن، یک مادر داریم که نامش تاجیکستان است. با خط سریلیک محدودمان کردند، با همین جغرافی 93%ش کوهسار محدودمان کردند و با همین یک کلدم ها گرفتارمان کردند. تاجیکستان فراختر از همین سرحدی که امروز ما داریم. زبان تاجیکی، زبان فارسی فراختر 10 مراتب، 100 مراتب از آنی که امروز ما داریم. جغرافیایش را امروز داریم و با خط سیریلیک محدودش کرده ایم. بیاندیشید دوستان، حالا من گفته هایم را، سری کلابه‌اش را بهتر جمع میکنم. بیاندیشید دوستان، مگر تاجیکستان فقط کشوری تاجیک زبانان است؟ میگیم که نه. اقلا 20% اهالی تاجیکستان ازبک زبانند، اگر 30-40% نباشد. یا ازبکستان تنها سرزمین ازبکان است، یا قرقیزستان تنها زمین قرقیز ها است و فقط در آنجا قرقیز ها زندگی میکنند؟ نه، در قرقیز هم تاجیک هست، در تاجیکستان هم تاجیک هست، در ازبکستان هم تاجیک هست، در افغانستان هم تاجیک هست، در ایران هم، یعنی همه فارسی. یعنی ما سرحد ما فراختر از این سرحدی بافته و ساخته امروز است. ما را به همین محدود کردند. زبان ما فراختر از این سرحدچه است. ما را به همین محدود کردند. تاریخی ما 100 مراتب بزرگتر از این سرحد امروزه است. اما چی کنیم که
گفتی عبدالله رهنما، حالا تاجیکان در 0.6% جغرافیای تاریخی خود زندگی میکنند. همین تاجیکستان 0.6% جغرافیای تاریخی تاجیکان است. 0.6%. و در همین 0.6% هم امروز ما آهسته آهسته پارچه پارچه به بیگانگان داده ایستاده ایم و بیگانگان را حقوقدار، حقدار به زمین خود میدونیم و وقتی که زمین را به بیگانگان میدهیم میگوییم ما یک غلبه دیپلماتیک کردیم. دوستان عزیز، وقتی که درباره سرحد گپ می رود، حالا درباره همین 0.6% که امروز ما قبولش داریم که انا همین قدر از جغرافیای تاریخی ما به ما انا همین قدر نصیب شده که امروز داریم و باز داد میزنیم، فریاد میزنیم که اقلا همین را از دست ندهیم. این گپا فقط در زبان، این گپا فقط در زبان، لیکن در عمل ما چیکار کردیم؟ در عمل ان همین 0.6% هم این در این 100 سال پارچه پارچه کم 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 داده ایستاده ایم. شما گوش کنید، بعد از سال 1929 از سال 1929 به این طرف، خلاص بگذار از سال 1935 به این طرف جغرافی تاجیکستان تنگتر شده است یا وسیع‌تر؟ تنگتر. این بردی تاجیکان است یا باختی تاجیکان؟ باختی تاجیکان. یعنی در وطنداری ما سهلنگاری کرده ایم یا نه؟ کرده ایم. چرا؟ برای آنکه به جای اینکه همه کشور کشایی میکنند، استراتژی معین میکنند، هرچند اگر کشور کشایی نکنند هم همون جغرافی بودگی، مساحت بودگی زمینشون را برای نگاه داشتن استراتژی معین میکنند، برنامه ریزی میکنند. اما ما چیکار کردگی هستیم؟ به خاطر نبودن برنامه، حالا برای چی نبودن برنامه باز میگویم، به خاطر نبودن برنامه استراتژی حفظ جغرافیای کشور، حفظ مساحت کشور، ما آهسته آهسته مساحت تاجیکستان را تنگ کردگی هستیم. حتی در گرد و اطراف مساحت تاجیکستان جزیره‌چه ها، انکلاو ها به میان آمدگی هستند. به فرض مثال جماعت واروخی شهر اسفره در ناحیه اشت هم هست، ناوگرزن. حالا بسیار جنگ و خرخشه ها و داد و سر و صداها درباره واروخ رفته ایستاده است، اما درباره ناوگرزن ناحیه اشت گپی نیست. در اونجا هم یک قشلاق هست و در داخل ازبکستان ماندگی است. وقتی انتخابات ما با اجازه اول از ازبک ها اجازه می گرفتیم، بعد به انمون داخلی یک دهه خودمان با اجازه ازبک ها در آمده می برآمدیم. از بیگانگان، کسانی که یعنی قید بودی باش، یعنی پرپیسکی ان همون قشلاق ناوگرزن همونجا رو ندارن، تنها رئیس جماعت رفته اومد کرده میتواند. بیگانگان دیگه رفته اومد کرده نمیتونند. بیگانگان وقتی رفته اومد کرده نمیشون حتما باید اجازه ازبک ها رو بگیرند. ما در ناحیه اشت هم همین خیلی داریم. چندین جزیره ها وجود دارد که در داخل دیگر کشورها مانده رفتگی است. ما بی‌پروا شدگی هستیم. این از کجا سر زده است؟ از بی‌پرواگی ما، از بی‌برنامگی ما. تماما درباره حفظ محافظت سرحد وطن ما پروایی نداشته ایم. ببینید چرا؟ در یک تحلیلش سیاستشناس تاجیک عبدالله رهنما میگوید که تنها به قرقیزستان ما 211,000 گکتار زمین را به عهده، یعنی به اختیار قرقیزستان داده. اونها چگونه آنها این سرزمین را
این زمین ها را از خود کرده اند، خودش جواب میدهد، میگوید که رئیس ولایت با رئیس ولایت شرط نامه بسته است، رئیس ناحیه با رئیس ناحیه شرط نامه بسته است، رئیس کلخاز با رئیس کلخاز شرط نامه بسته است. گفته شده است مالش مال 1000 تا مال بدهید به ما، من این چراگاه از شما، فلان قدر گاو بدهید از ما، این چراگاه از شما، یا اینکه گاوهای ما رود در چراگاه های شما بگردد و این کوه و کوهسارها برای اختیار شما. و همین طور آهسته آهسته آنها وارد شدند و چند استراتژی های قرغیز ها را خود عبدالله رهنما ذکر میکند. میگوید که آنها مثلا گریم ناحیه بادکن به ولایت بادکن مبدل شد. معلمانی که میآیند در ولایت بادکن درس میگویند معاششان زیاد، عسکرانی که میآیند در ولایت بادکن خدمت میکنند حق خدمتشان زیاد، شخصانی حربی که میبینند در ولایت بادکن در سرحد تاجیکستان ادای خدمت حربی میکنند، مزد مهنتشان زیاد. در ان همین سالهایی که ما بی‌پروا بودیم، قرغیزها آمدن حوالی تاجیکان را خریدن. قرغیز آمده است حوالی تاجیک را خریده است، داخل حوالی قرغیز یعنی قرغیزستان. فهمیده ایستادید؟ قرغیزستان شرایط مهیا کرده است، صدها نه هزارها سریخانه اهل اسفره ساکنان نزد مرزی که شهر اسفره با قرغیزستان شهروندی قرغیزستان را گرفتگی هستند. شهروند قرغیزستان یگان پروا نیست در جانب تاجیکستان، هم شهروندیش را گرفتگی است. ساکنان اسفره بگوید که شوکت محمد دروغ میگوید. چند فایزی اهالی نزد سرحدی شهروندی قرغیزستان دارد و چند فایزش ندارد؟ زیاده از 50% دارد شهروندی قرغیزستان را. این استراتژی کشور همسایه است برای از خود کردن زمین های نزد سرحدی. ما آبی که داشتیم، حقی که داشتیم، به جغرافیای قرغیزستان وارد شده است. آب بندی رویم، حتما از قرغیز اجازت پرسیدن در کار که ما رفته آب بندیم یا نه. اجازت نتید باید باغ ما سوخته رود. باغ تاکزار ما، زردالوزارهای ما باید، کشتزارهای ما باید سوخته روند. تا به همین حال آمده رسوندیم. اما سوال به میان میاد که چرا چنین شده؟ برای اون که ما حکومت نداشتیم، دولت نداشتیم، استراتژی دولت برای محافظت سرحد وطن وجود نداشته است. اما در جانب کشور همسایه این چیز وجود داشته است که آهسته آهسته با یک جنگ نرم آهسته آهسته ما را از خود کند، زمین ما را از خود کند و توانسته است. قدی بحر تاجیک، قدی آبانبار قیرقوم الکه از قرغیز ها شده است. چندین ناحیه های بزرگی نزد سرحدی تاجیکستان الکه از آن قرغیزستان شده است. رفته رفته 211,000 گکتار زمین تاجیکستان به قرغیزستان گذشته است. حالا میگن که این مساحت 10 برابر شهر دوشنبه، مساحت چندین کشورهای خود عبدالله رهنما میگه، مثل چند کشورهای خرد مثال آورده گذشته رفته است. آیا ما در همین مثل اکنون قرغیز همون استراتژی قرغیز همین عبدالله رهنما هم در مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کار کرده است. مثل انمی استراتژی های قرغیز ما هم یگان استراتژی مایلش کشورکشی اقلا محافظت همون سرحدی بودگی ما را داشتیم یا نداشتیم که فقط آمده است تنگ شده است تاجیکستان. داشتیم یا نداشتیم؟
برای چه از دیگران وسیع میشده از حساب زمین ما آنها گرفته میتونستند، لیکن ما فقط تنگ میشده ایم، کم میشده ایم. در ناحیه 8 همون سالهای بعد جنگی ازبک ها تقریبا 4-5 کیلومتر این طرف آورده سرحدشان را زدند. اگر همه مجاهدان نمی بودند، مجاهدان تاجیک که نو صلح شده بود و آنها یعنی در سرحد تاجیکستان سرحدبانی میکردن، اگر آنها نمی بودند الکی 4-5 کیلومتر سرحد ما داخل در آمده بود. قدر راهی پنوک الکی آنها اکاب کفته بودن نمیخیل. بعد اینها میروند همین سیتکه هاش و همین چاشون گرفته برده و 4-5 کیلومتر اون طرف میپرتایند. هم مجاهدان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گریخته رفته بود چندین نفریش در همون شب و روزها تن داده بودن که همین 4-5 کیلومتر ایسین است تمام. در ناحیه سپتامین چی؟ رستم کماندیر مجاهد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چیکار کرده بود؟ اتحادیه نیروهای اپوزیسیون تاجیک. اگر اون نمی بود چیکار میکردن؟ این طرفتر اومده در آمادگی بود الکی. یعنی در تنگ کردن سرحد ما همه کشورهای همسایه هنر دارن، ما اقلا در محافظتش نه. ما اقلا در محافظتش نه. حکومت دارن گجوی این وطنداری است. حالا خیر به خطای زورتون نرسید، زد گرفت خطای و شما گفتید که این غلبه دیپلماتی بود. حالا هم خطای میخواد با چقدر دیگر شما بدهید. هم مکانهای طلا و ثروت‌های زیر زمین را به اختیار خطای دادگی هستید الکی. این چیز انیق است. دادگی هستید. هیچ چی مونده نیست، دادگی هستید. و حالا بگویید که چی شد که شما نه اینکه کشور کشویی کردید بلکه کشور رو وجب به وجب از دست دادید. برای اون که سرحد را فقط سرباز در سرحد با همون لباس سربازی و پلموت اتوماتیک گرانتمیات محافظت نمی کند. رخت سرحد را سرباز محافظت نمی کند. برای سرحد محافظت شدنش، برای سرزمین کشور تنگ نشدنش، دیگرها از حساب ما، از حساب سرزمین ما کشور کشایی نکردنشان، اهل عقل و ذکاوت آزاد بودنشان لازم است. آزاد گپشان را گفتن توانستنشان لازم است. آزاد گفتنشان لازم است که این ثروتی معنوی من است، این ثروت جغرافی من است، این یا که ثروت وطنی من است، این ثروت تاریخی من است. همه این چیز رو اهل درک، اهل عقل و اهل فهم گفته توانستنشان در کار است. امروز چی؟ امروز زبان همه اهل درک و اهل فهم بستگی است و گفته شدگی است که هر چیزی که از بالا فرمون می شود همان گفته شود و هر چیزی که گفته شد نگفته شود. در این حالت در ما هیچ نمانده است. هرچی او از مال دنیا داشت داد، خطه بلخ و بخارا داشت داد. سنتی والای دیوان داشت داد، تخت سامان داشت داد. دشمنی دانشگدایش دانشی سینا گرفت،
دشمنی به سنتش دیوان مولانا گرفت. دشمنی صنعت فروشش صنعتی بهزاد برد. دشمنی به خانهش در خانه او جا گرفت. داد او از دست گرزی رستم و سهراب را، بربرانی ناتوان را توانا کرد او. نام خود را همچو گوری رودکی از یاد برد، قاتلان خویش را مشهور دنیا کرد او. خلق تاجیک خلق ارمان، آب در چشم چون یتیمان، در لبش خشم چون اسیران. از وطن تا بر کفن هر بود و نابودی که بود، بر کفن طلب و وطن طلبنده ها داشت داد. هر چی داریم داده ایستاده، در سر قدرت چند ایدو. چند بی‌پروا، بغیر از کیسه خودش، بغیر از جغرافی داخل دیوار خودش، دیگر ذکاوتی فراتر از آن فکر کردن را ندارد. داده ایستادیم به دیگران. باز اینها زبان دارن گپ میزنند. اوی، سرحد را فقط سرباز محافظت نمی کند. ان همین قلمی اهل ضیا، قلم تاریخدانان، قلم پژوهشگران، قلم اهل ادبیات، این چی است؟ این شمشیر یا خنجر یا ان همون سلاحی محافظت سرحد است. سلاح محافظتی گنجینه های وطن است. شما این محافظتگران را سرکوب کرده اید، به زبانشان کلف انداخته اید. یک کم خودش را احترام میکردگی، یک کم آزادی دوستدارانش را فراری کرده اید و به این گمان هستید که دیگر دری بختتان کشاده شده است، خلل میرساندگی وجود ندارد. هر گجا را خواهید میفروشید، هر گجا را خواهید میدهید، تحفه میکنید. ننگتان کجاست؟ اوی، ننگتان کجاست؟ قرقیز ها رو شما از چی آمادگی هستید؟ از سرزمین های روس آمادگی. طعنه میزنیم که تا همون تقسیمات اتحاد شوروی، قرقیزستان در قلمرو روسیه بود و در حالت تقسیمات روسیه همون قسمتی که قرقیزستان داشت با همون قسمتش جمهوری شوروی سوسیالیستی قرقیزستان شده است. در این طولی 80-90 سال همه قرقیز ها که شما میگوید کوچمنچی های ما بودند، حالا به اسفره روید، به انمین خیال کرده گپ زدنشون ایستادن نمیشه. میگن اینها چوپان های 10 مرده های ما بودند. همین 10 مرده های شما 211,000 گکتار زمینتون رو زده گرفتند. با شما کله برداشته گپ میزنید. اینها 10 مرده های ما بودند. نه خود 10 مرده 211,000 گکتار زمین رو زده گرفت.
مرده دانا بوده است، چوپان دانا بوده است، از پرزیدنت دید دانا بوده است، از کاتب گنرالیت دید دانا بوده است، از کاتب یکمی حزب کمونیستی تاجیکستان دیده دانا بوده است. همین 10 مرده های قرقیز زد است گرفت است. آمده خانه های شما را خریدن گفته ایستادن اینجا داخل خانه من داخل قرقیزستان است. گفته ایستادن قرقیزستان ناحیه سرد دهه های نزدی مرزی روستاهای نزدی مرزی به یک حالت شخمتی تبدیل یافته است یا نه؟ این خانه قرقیز، این خانه تاجیک، این خانه قرقیز، این خانه تاجیک. برای چی خیلی شده است؟ برای اون که به قرقیز فروختگی است. دولت کجا بود؟ و کجا نگاه کرد؟ مثلا گریم شما نگاه کنید، در همین بین کشورهای اتحاد اروپا سرحد وجود ندارد. خط سرحد معین کردگی هستند از کجا تا به کجا، لیکن گذشته میروی همین خیلی وجود ندارد. با همین حال مثلا گریم شهروندان نزد سرحدی آلمان، مثلا که آلمان با اتریش یعنی اوستریا که همسرحد است، حق ندارن آمده از داخل اتریش آمده زمین نزد حولگی خریداری کنند یا زمین خریداری کنند. قانونشان اجازه نمیدهد. حالا که اینها کیها سرحد را از بین برداشتگی هستند، در همین حال هم قانونهای خود را دارند تا اینکه سرحدشان حفظ شود. درباره یک منزل گپ رفته ایستاده است، یا 6 ساتقه یا 4 ساتقه یا 3 ساتقه. نه، برای اینکه اینها حکومت دارند، دولت دارند، قانون دارند. در همون وقتی که یک شهروند تاجیکستان زمینش را به قرقیز میفروخت، دولت در کجا بود؟ نترس کجا را نگاه کرد؟ با در تاجیکستان نترس ها فقط همه دولتی هستند. در یک ناحیه یک نترس وجود دارد، اون هم دولتی است. حالا در این کشورهای اروپا کجا بینید نترس؟ در اوکراین سر کوچه نترس، در یک شهرک کوچک 2-3 نترس. در یک ناحیه مثلا 100,000 نفره 200,000 نفره یک نترس داریم، اون هم دولتی است. و همین نترس دولتی به کجا نگاه کرده است وقتی که یک تاجیک به قرقیز زمین میفروشد؟ یعنی در سیستم دولتی مفهوم وطنداری وجود ندارد. وقتی که مفهوم وطنداری وجود ندارد، اینها را چی گفتن ممکن؟ بجز خاین دیگه یگان گپ زدن ممکن است یا نه؟ اینها باز ما را به خاینی متهم میکنن. وای خاین ها خودتان. مگر من نادرست گفته ایستادم؟ وقتی که یک شهروند تاجیکستان حد درست است، طبق قانون هر که هر کجا رود رفته زندگی کردن میگیرد، شهروندیش را قبول میکند آزادانه، لیکن مسئله سرحد دیگر است. باید درباره سرحد قانونهای مخصوص وجود داشتگی باشد که وقتی خونت رو میفروشی به شهروند تاجیکستان میفروشی، منزلت رو میفروشی به شهروند تاجیکستان میفروشی، یعنی ساکنان نزد سرحدی باید شرط‌های جداگانه داشتگی باشن، شرط‌های جداگانه قانونی داشتگی باشن. این است وطنداری، این است محافظت وطن. اگر این وجود نداشتگی باشد، بعد مردم با همون آزادانه همین بسپریدیل خودش اینش به اینش میفروشد، اینش به اینش چی میکند، بعد همون شخمتی گفتگیاتون به میو میبرد، بعد مرد شو اون رو حل کرده گیر. حالا شما نگاه کنید، وقتی روشنگران و اهل سواد
سرکوب میشوند، فکر اندیشه آزاد ندارند و تمام قوه آنها به محافظت سرحد خانه عائله نگرانیده شده است. بدانید که سرحد محافظ ندارد. او چه بیچاره ابله کرده برده موندگیتان سرحد را محافظت کرده نمیتواند. محافظ اساسی دارای شهروندان دارای عقل و ذکاوت و علمی معرفت هستند. وقتی که شما به مکتب و معارف اهمیت نمیدهید، به دانشگاه اهمیت نمیدهید، تمام اهمیت شما برای مدح و ثنا به پیشوا است، سرحد وطن آسیب پذیر می شود. انا دیدید 211,000 گکتر رو به کرغز داده اید، کسی رو پروا نیست. چون انا همین حس وطن دوستی، حس محافظت وطن فقط در شعار مونده است و خلاص. فقط در شعار. در اصل در 211,000 گکتر زمین از دست رفتن کسی رو علم نکرده است. حالا در باره پیشوا اگر یک گپ زنی 1000 تا محافظ پیدا می شود. علیه پیشوا یک کلمه گپ زدی 1000 تا محافظ پیدا می شود. 211,000 گکتر زمین به قرقیز گذشته رفته است، کسی رو علم نمی کند، هیچ کس گپ نمی زند. چرا؟ در مکتب دانشگاه چنین تعلیم دادن که وطن یعنی پیشوا، یا وطن یعنی امام علی، مقدسات یعنی امام علی، دیگر هیچ. نه دانشت لازم است، نه معرفتت لازم است، نه وطن دوستیت لازم است. مکتب تام کردی در شب مخاجر رفته پول یافته بیا، رفته پول کار کرده بیا. حالا درباره پول کار کرده بیا در آخر صحبت میکنیم. اکنون نگاه کنید. حالا با قرقیز مقایسه کردیم، یک با طالبان هم مقایسه کرده میبینیم. ما تروریست میگیم، طالبان را اکستریمیست میگیم. وقتی که گپ میزنیم درباره طالبان از درونمان بوی نفرت می آید. طالبان وقتی به سر قدرت آمد چیکار کرد؟ ایران رو به جای خودش نشان، گفت که فلان 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 جاها رو ترک کنید، فلان فلان جاها در داخل سرحد ماست، در داخل جغرافیای ماست. گوش نکردن. به یاد بیارید شد. یاد دارید زد و خوردی طالبان در سرحد افغانستان با ایران را یاد دارید؟ به خاطر آب ایران چند دهه‌های نزد سرحدی افغانستان را از خود کرده بود در زمان پیش از طالبان. یعنی در مضافات کنگ میگن در غربی ولایت نیمروز افغانستان یک درگیری مسلحانه به میان بیاد. دهه‌های دخیریس، دوست محمد، بله سیاه‌چشم تحت نظر طالبان قرار میگیرد و به جغرافیای افغانستان برگردانیده می شود. همین حادثه با ترکمنستان هم روی داده بود بعد از به سر قدرت آمدن طالبان. نگفت حالا اینها به اینها گپ زنید میگن که دوره بعد جنگی با جنگ شهروندی آواره شدیم، جنگ شهروندی بود، برای همین این و وقتهای جنگ بعد شهروندی
ما به بعضی برقرار کنی ها آوره بوده به این زمین ها از بین رفتن. طالبان از روز آمدنش به محافظت سرحد سر کرد. ترکمنستان را گفت در جای خودت بیست، به این طرف چشمالو نکن، من نمردم. ایران را بگفت در جای خودت بیست، حتی پاکستان را بگفت در جای خودت بیست. در همین سرحد افغانستان با پاکستان هم چند زده خورد به میان آمدن. برای چی؟ برای سرحد. و کشورهای آسیای مرکزی گفتن که ما تمام عملیاتمون، تمام فعالیتمون در داخل جغرافی افغانستان است. چشمالو نمیکنید، چشمالو نمیکنید. فعالیت ما بیرون از جغرافی افغانستان نخواهد بود. این باوری، این اطمینان رو به کشورهای همسایه دادند. ما 987 کیلومتر به فکرم با قرغیز سرحد داریم، 1300 زیادتر با افغانستان. 987 کیلومتر با قرغیز سرحد داریم. تا به حال حاضر یگان مترش را قرغیز قبول ندارد. حالا گفتن 600 کیلومترش حل کردگی هستیم، 700 کیلومترش حل کردگی هستیم. یگان کیلومترش رو تا به حال حاضر قرغیز به پرگی قبول ندارد. برای اینکه بحث تا به آخر رفته رسیدگی نیست. تا بحث به آخر رسیدن اونو قبول ندارن. نگاه کنید. اینا میگوین وطنداری. شما تروریست اکستریمیست گفته گشتید. یاد گیرید از تروریست اکستریمیست، اقلا وطن محافظت کردن یاد گیرید. نو بس از اون که همگی 3 سال شده است به سر قدرت آمده است، جغرافیش رو محافظت کرده ایستاده است. این هم میاند یک سو. آب ما رو گرفت کشیده قرغیز ها در همون وروخ. الکی همون آبی که همون سریس ها میگوین، چی میگوین؟ در همون جایی که آب تقسیم میکنن، الکی در اطراف قرغیزستان است. اهل اسفره، مردم شرفمند اسفره میگوین که نه، این در وقتش در حدود تاجیکستان بود، حالا به حدود قرغیزستان گذشته است. ما با اجازه قرغیز ها آب میگیریم، زمین ها خشک شده میرود، فرق ندارد. قرغیز اجازه بیتید آب هست، اجازه نتید آب نیست. حالا امروز طالبان چیکار دارد؟ طالبان کانال قوشتپه کنده ایستاده است. دریای آمو را بستنی است و 600,000 گکتار زمینی افغانستان را آبیاری کردنی است. 600,000 گکتار. بچه. طبق مقررات، هرچند افغانستان در وقتش امضا کردگی نیست، به آب دریای آمو همگی افغانستان 1 میلیارد مکعب آب حقدار است. اما این کانال قوشتپه دوستان عزیز چند قدر آب دریای آمو رو میگیرد؟ 30% رو میگیرد و این 30% رو 20 میلیارد مکعب معین کردگی هستند. 20 برابر حقش. گپ زنید و بینید. این گوید و بینید. این دوستان 600,000 گکتار زمین آبیاری میشد. این به چقدر اهالی جای کار، به چقدر اهالی زمین آبیاری شده. در ما چی؟ دشت میرزاچولی، ظفرآباد به همون خشکزارهای پیشتر تبدیل یافته شده است. چقدر زمین‌های تاجیکستان باز به همون خرابزار به بیابان تبدیل یافته شدند در ما. انا وطنداری. یک با طالبان خودتون رو مقایسه کنید، اقلا به پای طالبان هستید یا نه در وطنداری.
30% امور رو بسته گرفته برافته ایستاده است. برای 600,000 گکتار زمین را آبیاری کردن. در ما تو به کانال ها آب میبراید که مثلا گرفت در ناحیه‌اش نیمی از ناحیه‌اش سوخته میرود، تو ماهی مای میشود آب نیست، ایون میشود آب نیست، مردم درختها خشک میرود، انگورزارها چند بار خشک شدن، بجاش گرچه زردالو شنوندن، زردالو خشک، بجاش دیگه چیز شنوندن. و چقدر دشت‌های من آبیاری شده ای اش در دوران شوروی، انگورزارها، تاکزارها خشک رفته نمیخیر، مردم گرفت 1 گکتار 2 گکتار، حالا آیسته آیسته آبیاری کرده، حساب خودش سکواش برآورده، چی کرده ایستاده است، با میرن او را چقدر فشار میبیارن. ببینید یک بار با طالبان خودتون رو مقایسه کنید. همین روز خوندم، دیروز خوندم، حکومت طالبان با حکومت ایران مذاکره گذارنده ایستاده است برای برگردانیدن 7,000 اسیر، 7,000 زندانی افغان در ایران. یعنی در ایران 7,000 افغان زندانی بوده است. حکومت طالبان به ایران مراجعت کرده گفته است که این 7,000 افغانی را به ما بدهید تا اینکه در خود افغانستان آنها ادای جزا کنند. برای چی چنین گفته است؟ برای آنکه رسانه‌های ایرانی رسانه‌ای کردند که خبر پخش کردند که 20 نفر زندانی افغان در ایران اعدام شده است. 20 نفر شهروند جنایتکار افغان که در ایران طبق قانون کیفری ایران زندانی شده اند، یعنی اعدام شده اند، حکم قتل گرفتند، به قتل رسانیده شده اند. برای همین طالبان گفته است که قانون‌های کیفری ایران بی‌رحمانه است و باید این 7,000 را برگردانیم در زندان‌های افغان ادای جزا کنند، در زندان‌های افغانستان ادای جزا کنند. ما چی کار میکنیم؟ ای وطنداران، پیش از جنگ اوکراین حساب چنین بود که در روسیه 10,000 ما چی داریم؟ 10,000 زندانی داریم. یعنی 10,000 تاجیکستانی در روسیه زندانی است. پیش از جنگ اوکراین بود این حساب. حالا بعضی زندان‌های 500 نفره 200 نفر هم در زندانش آدم موندگی نیست. همه را به جنگ روسیه علیه اوکراین بردگی هستند. اکثریت مردگی هستند. حالا در زندان‌های روسیه 4,000 ماند زندانی تاجیک، 5,000 ماند زندانی تاجیک، معلوم نیست بردگی کشتگی هستند در جنگ اوکراین. یگان سوال داد جانب تاجیکستان به روسیه درباره همین زندانی هایی که به جنگ روسیه علیه اوکراین مجبوراً برده شدگی هستند. و مایلش از کوچه ها قبضه بردگی ها رو بین. به پای طالبان نیست این حکومتی ما. هفت هزار طلب کرده است. 1 تا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا نه، همین 7,000 به من ده در همین افغانستان ادای جزا کند گفته است. ما 10,000 داشتیم، همش قربان جنگ شد. 1,000 تا موندگی است، 2,000 تا موندگی است، 4,000 تا موندگی است، تعیین نیست. مایلش زندانی شخصان آزاده که در روسیه یک برده نان یافته ایستادند و در تاجیکستان اهل عیال و خویش و تبار وطن را تامین کرده ایستادند. آبادی وطن در دست این مهاجر است. در تاجیکستان یگان عائله رو میدونید که گریزه از سیاست حکومت تاجیکستان نداشتگی باشد. میدونید همین یگان عائله، یگان قشلاق، یگان دهه، میدونید که در آن دهه نفرانی در تعقیب این حکومت
قرار داشتگی نباشن. حتی در دوران همین شوروی همین خیلی بود، همین قدر تنگ میگرفت، همین قدر سخت میگرفت نبود. همه را سریخانه از تاجیکستان گریز کردند، از وطن بی وطن کردند، باز روی خط سیاه گسیل کردگی هستند که این آدم ها را یافته بازداشت کن. ناموستان کجاست؟ یک ناموس خود را به ناموس طالبان مقایسه کنید. در وطنداری، در سرحدداری مقایسه کنید. همین وطنداری شد. این خیانت نیست؟ وطنداران را پراکنده کردن به 4 طرف دنیا. مالکیت وطن را، بایگری وطن را به بیگانگان فروختن، دارایی کشور را به بیگانگان فروختن و خود وطنداران را حلق تشنه، اسحاق، حلقم قاق گویانده ماندن. مگر خیانت نیست؟ مگر خیانت نیست؟ شما خائن نباشید، شما وطن فروش نباشید. اوی حکومت داران، اوی امام علی الرحمن، اوی آیلش، کی خائن وطن فروش است بغیر از شما؟ انا کنون های ملتی عزیزم، اگر به دست انا همین حکومت داران همین روزه باز حکومت، باز دولت داری باقی بماند، ما همون رو خواهیم داشت که انا همین روزها داریم. آهسته آهسته وطنداران، ملت پراکنده به 4 طرف دنیا، درهای حولی مردم قلف زدگی، از 10 در 8 درش 7 درش قلف. دهات و روستاهای تاجیکستان شهر پریزرک ها شده ایستاده است. در تاجیکستان برق تاجیک میگوید باز هم امسال ممکن لیمیت برق شود در تاجیکستان. برق نه، برق هم به خارج ها فروخته می شود. انا همین طالبان برق را از ما خریده، مردمش را، شهروندانش را به برق تامین کرده ایستاده است. ما بی برق. اوی انمون بروید پای طالبان را بوسه کنید که کشورداری چگونه بوده است. یک روید درس بگیرید از اونها، بروید درس بگیرید. اگر ملتی عزیزم در دست اینها، در دست این دزد غارتگرها، در دست این بی‌ناموس‌ها، در دست اینهایی که پارچه پارچه زمین کشور را به همسایگان تقسیم کرده دادند، پروا نداشتند، خواب بودند، در گوش فیل خواب بودند، اگر به اینها گذاریم ما وطن را از دست میدیم. همین روزها بعضی چیزهایی که گفتم بدتر خواهم گفت، اکنون میگویم با همین سخنانم رو به اتمام میرسانم. همین روزها چرا دیگرگونی در تاجیکستان به میان نمی‌آید؟ چرا در تاجیکستان حکومت عوض نمی شود و مردم در همین حالت سختی هستند؟ به نظر من گناهکار اساسی ما خودمان هستیم. چرا؟ دوملاهای محترم خفه نشوید، نرنجید از من، خواهش میکنم. میتوانید به نظرهای من ضد باشید، لیکن من میگویم که در تاجیکستان خیر کردن عین حال خیانت است. در تاجیکستان دست یتیم، یسیر، بیوه، بیچاره، کم بغل، نیازمند رو گرفتن خیانت است.
کمک کردن به گرسنه خیانت است، سبب ندارد. در تاجیکستان کمک کردن به گرسنه در تاجیکستان سبب ندارد. این کمک کردن به گرسنه نه، این کمک کردن به همین وطن فروشان است، به همین خیانتکاران منصبدار و حکومتدار است. چرا؟ یا با گرسنه نکار میکنن یا با دیوانه. همین گرسنه وقتی که کاسه صبرش لبریز شد، همین حکومت چپه میکند. لیکن این گرسنه را شما چیکار میکنید؟ میرید یک برده نانش میدهید، آرامش میکنید. این یک صدقه شما، این یک خیر شما او گرسنه را به تمام عمرش سیر نمیکند. لیکن از همون کاسه صبرش لبریز شده به حکومت رو آورده حق خودش را طلب کردن باز میدارد. او را آرام میکند، تسکین میبخشد. هرچند اون نان شما، بریده نان شما دادگی یا یک کمتر پول شما دادگی، 100 سوم، 900 سوم شما دادگی او را غنی نمیکند، او را به تمام بی‌نیاز نمیکند، لیکن او را آرام میکند. آرام شوی وی فایده ان همین دزدان غارتگر. اگر او آرام نباشد حقش را از دولت طلب میکند، داد میزند، فریاد میزند، گرسنه تا مردنش طاقت کرده نمیایستد. میبیند که مرگ تهدید کرده ایستاده، میبراید اقلا داد میگوید به چهار طرف. حکومت دموکراتی است. کشور تاجیکستان دولت اجتماعی است. دولت اجتماعی یعنی چی؟ در این دولت هیچ کس به گرسنگی نباید بمیرد. در این دولت هیچ کس باید صدقه خور نباشد. اینها چیکار میکنن؟ پول حج را صدقه کنید. پول حج را با آبادی کشور صرف کنید. برای چی؟ از پول بودجه برای آبادی کشور پول جمع شدگی کجا میرد؟ کجا میرود؟ شما ای صدقه دهندگان، ای غنی ها، ای زکات دهندگان، به تاجیکستان زکات ندهید. سبب ندارد. خودتون نکشید، سبب ندارد. این دستگیری ظالم است. ظالم رو اگر دستگیری کردن سبب دارد، شما با جای صدقه میکنید، به یتیم یسیر بیوه بیچاره صدقه میکنید، او رو آرام میکنید. او باید داد زند، حقش را از ظالم طلب کند، سبد استعمالش را باید دولت پر کند. او حق او را دولت چکار میکند؟ حکومتدار چکار میکند؟ به کیسه چپش میزند. شما دزد را پرقدرت‌تر میکنید، ظالم را ظالمتر میکنید. کجا این سبب دارد؟ مثلا گریم برای گذرگاهی بالای یک دریا یا خراب شدگی یک کوپرک یا پول، بودجه کشور مثلا گریم پول جدا میکند، مبلغ جدا میکند که نباید او گذرگاه همین خیلی خراب بیستد. بعد این دزدان میگویند وجدان تاجران را عذاب میدهند، وجدان حجروان را عذاب میدهند، او کوپرک را بنا میکنند. اما پول او کوپرک کی گرفت؟ از بودجه جدا شده بود. کی به یغما برد؟ ان همون به یغما بردگی فردا میبینید که بلنج راور گشت است، رئیس ناحیه است، رئیس ولایت است، او را میبینید بلنج راور گشت است. تو خالی رنج راور در عمرت ندیده‌ای؟ تو تاجر هر ماکسیموم مرسدس گرفتگی هستی، یکون ماشینای انتیتر، وجدان تو رو انمی رنج راور سوار میبیاد از آن میتید، تو نیمی پولت میتی کوپرک سازی. هیچ سبب ندارد. او هم میونی انمون رنج راور سوار، میونی انمون دزد غفص میکنی، تمام با او پرزورتر میشود، با او ظالمتر میشود. میگن پول حج را حج نروی، با آبادانی صرف کن. دوستان عزیز،
وقتی که شما مرده پول جمع میکنید، حالا میدونید امام علی رحمان چند میلیارد دلار پول دارد. مثلا این پولی داشتگیش با چند ساله بودجت تاجیکستان برابر است. رستمی امام علی، اسماعیل، مثلا آزاد الرحمن، اینها در تگ دستشان حسن اسدالله زاده چقدر زواد و فابریکه ها، چقدر بایگانی های ملت و چقدر تجارت ها منپوری است. میدونید چرا اینها هیچ کار نمیکنند؟ فقط شما همین 4 تنگه یافتید از مهاجرت یا از سیمشک فروشی یا از یگان لطه فروشی، یک مگزین دکانداری، باید شما پول بدهید. حتی حج نروید پولتون رو بدهید، باید اینها کوپروکی میساختگیشون رو که وظیفهشون است بسازند، بیمارخانه میساختگیشون رو باید بسازند، درمانگاهی میساختگیشون رو بسازند، مکتبی میساختگیشون رو بسازند و پول آن مکتبی که جدا شده است و پول آن بیمارخانه که جدا شده است به یغما برود. باز کمر این گردن قوس ها بقوتتر شود، باز ظالمتر شود، با قدرت گیرن برای ظلم. دوستان عزیز، درست است یک بار حج عمره کردید، یک بار حج فرضی کردید، درست است هر سال چرا حج میرید، لیکن دوستان عزیز پول دارید به تاجیکستان نفرستونید. هم پدر و مادری که در خونه هستند طبق نیازشون فرستونه شد. در تاجیکستان همه خونه‌ش مخم کرده اومده ایستاده است. در تاجیکستان امارت نکنید حال حاضر، تا اینکه همین حکومت دیگرگون نشود، تا اینکه همین حکومت مردمی نشود، به دست مردم گشته نفروید، تا اینکه این دوستها از سر حکومت نروند. مبلغ نفرستونید به تاجیکستان. در تاجیکستان امارت نکنید، در تاجیکستان ولایت نکنید. ضرر است، ضرر است، هم ضرر خودتان، هم ضرر اهل ولایتون، هم ضرر دولت است، هم ضرر ملت است. بجز فایده نمین حکومت دار 4 تا گردن قفس. حج نرفتی؟ دیده ایستاده در ازبکستان چی ناویگری است؟ در همین نمانگان هم سرحدی تاجیکستان است. قوقند هم سرحدی تاجیکستان است. در همین تاشکند هم سرحدی ولایت سوغد است. در همین 3 منطقه ان همین خیل تکنیک های استحصال شده ایستاده است که به هیچ گفتار راست نمی‌بیاید. از خطا پیش رفته علاقه ازبکستان در استحصال کردن تکنیک های استحصالی، مینی زواد، مینی فابریکه روید خریداری کنید. در داخل تاجیکستان نه، در داخل تاجیکستان شما رو نفس کشی نمیمونند. در همین ازبکستان 10 ها نفران رو ما میشناسم که در ازبکستان اومدن زواد کشیدن، تاجیکا فابریکه کشیدن. گپی من باور نمیکنید. بختیار امینی روزنامه‌نگار تاجیک از آلمان به نزدیکی ازبکستان رفته اومد، گفت که چندین تاجیکا رو دیدم که نوشتهش رو خوندم، از تاجیکستان آمدن در ازبکستان کارخانه های استحصالی و تجارت شدن. شما نیز همین کار رو کنید. در قرقیزستان راه نمیدن، در ازبکستان کنید. در روسیه نمیکنن، در روسیه اجازه نمیتونن روید، در اوکراین کنید. کدام روز یک دوستم از محل زیسته که پیشتر من در اوکراین داشتم چند صورت گسیل کرد، نشناختم همین قدر پیشروی اوکراین در همین حالت جنگش. ساختمان بینید، پیشرفت بینید در همین حالت جنگش با روسیه. باور ندارد پرسید تاجیکا رو که در اوکراین حالا زیستگی چقدر مردمش گشته رفت به اوکراین، چقدر همین تاجیکای ما با گشته به اوکراین برفتن. چند کشورهای دیگر به ترکیه روید تجارت شوید، حتی با افغانستان روید تجارت شوید، به پاکستان روید تجارت شوید، به ایران روید، نکنید در تاجیکستان.
تو انا همین ظالم از بین نرود به این کمک نکنید، سبب ندارد. نگاه کنید وقتی یک گفت و شنید با مشرکان مکه با پیغمبر می شود، شرطنامه چنین می شود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگن که هر نفرای ما که در مکه هستند و به مدینه آمدن ما گشته به شما میتیم، گردانده به شما میتیم. لیکن از ما رفتند من گردانده نتید. از ما رو قبلید، مسلمان ها رو قبلید، منش گردانده نتید. پیامبر صلی الله علیه و سلم بیرحم بود. نه، رحمت للعالمین بود. این وصف خداوندی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو رحمت للعالمین گفتگی است. انا همین رحمت للعالمین همین خیلی گفت معنیش نتیتون. حالا ما گپ میزنیم که به نیازمندان تاجیک کمک نکنید، این بیرحمی است. نه، رحم به جان آنها است، چون که آنها را شما با یک برده نان بزک نمر وقتی بهار میرسد میکنید، یک آرام میکنید، او حقش رو طلب نمیکند. او باید کاسه صبرش لبریز شود، برای داد زند در بین شهر، در چهارراه ها، گوید که نان مرا بده، حق مرا بده. شما از همین باز داشته ایستاده اید. اگر پولتان زیاد است، حالا وقت اون رسیده است که پولتان زیاد است، اگر وطن دوست دارید اقلا خیانت نکنید، اقلا ظالم را برای قدرت گرفتنش کمک نکنید. اما از این هم همتون زیادتر است، از این هم همتون زیادتر است قوه هایی که، فردهایی که برای سرنگون کردن این ظالمان کمر همت بسته‌اند دریابید، در پهلوی آنها بایستید. برادر، در مقال هست که میگویند که ماهی نده، ماهیداری را آموزان. از ماهی دادن ماهیداری را آموزاندن خوبتر است، چون که او بعد از تو ماهی برده دادن چشم انتظار نمی شود، بلکه خودش می رود لب دریا ماهیداری می کند. همین طور از همون صدقه دادن حق خودش را طلب کردن را باید به هر یک نفر آموزانیم. حق خودش را طلب کردن را. وگرنه به خیانت یعنی همین بی‌ناموسان، به خیانت یعنی همین وطن فروشان که سببی سرسان و سرگردان و پراکنده شدن ما، زنده یتیم و زنده جدا شدن های ما هستند و سببگاری درهای قلف منزل های شهروندان ما هستند. تا سرنگونی اینها باید ما مبارزه بریم و به اینها کمک نکنیم و به آنها کمک کردن واقعا خیانتکاری است. سلامت و سربلند و پیروز باشید تماشابینان عزیز و ارجمند. با همین صحبت امروزی من به پایان رسید. یکایک شما را به الله پاک می سپارم. از اینکه اگر سرگپی شدگی باشد از یکایک شما عذر میپرسم، اما هر یک سخنی که بود از دل و جگر بود، از صمیم دل بود،
از دل برآمد و امیدوارم که به دل رفته میچسبد و امیدوارم که یک و یکی شما نظر خودتان را درباره این گفته‌های من در پایین نوار خواهید نوشت. سلامت و سربلند باشید. با شما بودم شوکت محمد در برنامه رفزنه فکر. تا دیدارهای دیگر، خداحافظ.